من یه سوال بپرسم، من مردم برنج شما رو نخرم میخواین چیکار کنیم برنجو؟ دولت شورای قیمت گذاری مسبب کرد تا این قیمت بخره بریزه دریا. آقا خب آقای پیشور این چه مدل گفتگوی دولت بخره بریزه دریا؟ الان من سوالم واضح پرسیدم، شما یه جواب رو یه جور دیگه دادین. نه ببین مگه دنیا چیکار میکنه؟ آقا من کاری با دنیا ندارم، من الان میگم تو ایران ما خب چون این بحث شما، ببین آقای پیشور تو رسانه ملی مردم دارن نگاه میکنن، این که بگیم دولت بخره بریزه دریا جزو عجیب ترین جواب هایی که من تو 30 سال زندگی میشنیدم. شما میگین دولت از من حمایت کنه، عرض ترجیحم به جایی که بده اونور بده به ما، از ما حمایت کنه، بعد میگم خب باشه شما قیمتو نیارین پایین مردم نخرن چیکار کنن؟ شما میگین من برنجو بریزم دریا. نمیدونم ما تا کجا راه بیایم؟ من با سود 11 آقا شما تا جایی راه بیاین که بالاخره مردم ضرر نکنن، این واقعیت. من متکفل مردم که نیستم، که متکفل مردم دیگریه، من متکفل تولید کننده ام.